سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید. در این جلسه قراره که بیایم فایل تیریزی که توی اتوکد انجام دادیم و داخل ایتابس ایمپورتش کنیم و پلان های تیریزیمون رو بیایم توی لوکیشن های مناسبش قرار بدیم. خب برای این کار ما قبلش اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم تعداد طبقات رو، ارتفاع طبقات رو، ترازهای ارتفاعی که هر طبقه داشت رو اومدیم به ایتابس دادیم و اومدیم مشخص کردیم لوکیشن های هر طبقه رو، کاربری طبقات رو و شد این نتایجی که داریم میبینیم توی پلان ویو. مثلا اینجا الان ST-1 داریم، اولین طبقه منفی مونه. بالا که میریم ST-G داریم که میشه همون همکف. بالاتر که میریم ST-1 که طبقه اولمون حساب میشه و به ترتیب تا طبقه پنجم اومدیم ساختیم متناسب با هر ارتفاعی که داشتش. حالا میخوام بریم پلان تیریزی هر طبقه رو که قبلا داخل اتوکد انجام دادیم و ایمپورتش کنیم داخل نرم افزار ایتابس. خب برای این کار قسمت فایل روی گزینه ایمپورت میریم و گزینه DXA فایل پلان رو انتخاب میکنیم و اینجا بیم و تیریزیمون رو انتخاب میکنیم. اوپن میزنیم. اوپن که میزنیم یک صفحه براتون باز میشه که بهتون میگه که این نقشه تیریزی که میخوان داخل نرم افزار ایمپورتش کنین، میخوان تیرهاش ایمپورت بشه، میخوان ستونهاش ایمپورت بشه، میخواد بازشوهاش ایمپورت بشه، سقفاش ایمپورت بشه، کدوم پارامتر کدوم آبجکت میخواین داخل ایتابس ایمپورت کنین. خب ما چون نقشه تیریزیه میایم تیرها رو انتخاب میکنیم و اون لایه رو انتخاب میکنیم که باهاش تیریزی کردیم. یادتون باشه تو اتوکد ما اومدیم لایه بندی کردیم برای تیریزیمون و گفتیم که لایه تیریزی رو جدا از بقیه لایه ها در نظر میگیریم برای اینکه اینجا بتونیم اونو تفکیک کنیم و همون لایه تیریزی رو اینجا انتخاب کنیم. خب بعد از اینجا این گرید خود سیستم تغییر نمیشه داد. میام فقط قسمت واحد گفته واحدش بر حسب متر باشه. خب ما ترسیباتون بر حسب متر بود و همین میذاریم روی متر باشه. توی دیفالت پراپرتیز سه تا قسمت داره. گفته که مشخصات تیرتون رو برامون تعیین کنید. تیرتون از چه نوعیه؟ خب ما اینجا میذاریم فعلا PLG باشه. بعد اینا همش قابل تغییر تو خود روند طراحی. شما هم میتونید مقطع تیرتون، هم میتونید مقطع ستونتون، دالتون و خیلی چیزای دیگه رو تغییر بدید. برای اینا من صرفا میذارم روی ستون رو میذارم روی CP 200 CP سقف ها میذارم کامپوزیت باشه. توی پلان لوکیشن ما گفته که نقشه تیریزیتون رو ما کجا بیاریم ایمپورت کنیم، تو کدوم تراز بیار ایمپورتش کنیم. خب اینجا اومده گفته بیاد توی تراز خرپشته که میشه به قول معروف آخرین سقف ما، همون خرپشت است دیگه. میاد پلان تیریزیمون رو تو این طبقه برای ما ایمپورت میکنه، ولی ما میاد پایین ترین طبقه رو در نظر میگیریم که بیام از پایین به بالا پلان های تیریزیمون رو توی طبقات مختلف قرار بدیم. خب اینجا یه قسمت داره اومده گفته که میزان خطای شما چقدر میتونه باشه. خب زمانی که شما داشتین تیریزی میکنین ممکنه که بر حسب اتفاق یک سری خطوطی رو اضافه بکشید و اون خطوط زمان دیده بشه که بخوام زوم کنین. این در حالت دیفالت عادی که دارین ترسیم میکنین اون خطوط اضافی دیده نمیشه. این اومده گفته که ما میتونیم اون خطای که شما داشتید و خطای اضافی که شما ترسیم کردین رو اینجا براتون حذفش کنیم و داخل ایتابس نیاریم. خب این مقدار خطایی که اومده تلرانس که در نظر گرفته 1000 میلیمتر که خیلی عدد بزرگی هم هست، در اصل خطاش خیلی زیاده. بنابراین ما میبینیم به 30 میلیمتر همون 3 سانت ترسیم اشتباه در نظر میگیریم که اگه خطی به اندازه 3 سانتی متر اضافه داشت پلان تیریزیمون بیاد اونو حذفش کنیم. خب اینجا اوکی میزنیم. خیلی خوب، این شد الان پلان تیریزی ما. توی قسمت تیریزی ویو هم داریم میبینید و توی پلان ویو هم میاد بهتون نمایش میده. توی چه ترازیه؟ توی تراز -1. توی طبقه -1 اومده پلانمون رو قرار داده. خیلی خوب، کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که بیایم این پلان های تیریزی رو متناسب با هر سقف توی لوکیشن خودش قرار بدیم. و طبیعتا
سقف ما به این شکل ریخته نمیشه، یعنی پلان های تیریزمون کنار هم دیگه نیستش، هر سقفی روی سقف دیگه است. بنابراین باید بیایم این سقف‌ها رو توی ترازای خاص خودش قرار بدیم و کارهای تیریزیش رو انجام بدیم. خب میام نگاه می‌کنیم از سمت چپ، می‌بینیم که این پلان مربوط میشه به کدوم طبقه، به تیریزی کدوم طبقه. این داخل اتوکد اینجا از این قسمت متوجه میشیم که میشه با کدوم طبقه. چجوری باید متوجه بشیم؟ متناسب با خود پلان نگاه میکنید، متوجه میشین دیگه کجاش بیشتر تیریزی شده، کجاش نسبت به پلان دیگه کمتر تیریزی شده و اون تفاوت دیده میشه. خب اینجا مثل که ما رمپ داریم، یه تیر هم قسمت داره که بالاتره، پس مربوط میشه به این قسمت. آره. خب پس این پلان تیریزیمون مربوط میشه به طبقه -1. پس اینجاش همینجاست، اینجاش دقیقا همینجاست. خیلی پس با این کار نداریم. میریم پلان بعدی که میشه اینجا. اینجا میاد توی نقشه. این به احتمال زیاد میشه پلان طبقه همکف، چون ما اومدیم به ترتیب ترسیم کردیم. این هم میشه پلان طبقه همکف. بله دقیقا مشخصه. اینجا یه دونه تیر داشتیم، ما جدا کننده داشتیم که میشد این قسمت. این فضا رو اومدیم اینجا بیشتر آوردیم و خب پس این پلان شد ما طبقه همکف، پلان دومی شد طبقه همکف، پلان سومی باید بشه طبقه اول و پلان آخری هم باید بشه طبقه دوم به بعد، چون با طبقه پنجم تیپه. از طبقه دوم تا طبقه پنجم پلانمون این شکلیه. خیلی خوب، حالا باید بیایم این پلان رو توی موقعیت خودش قرار بدیم، باید بیایم روی همدیگه اینا قرار بدیم. برای این کار ما یک دستوری داریم توی این طرز به نام ریپلیکیت. میام از قسمت ادیت، اینجاست، ریپلیکیت رو میزنیم. دوباره میام براتون نشون میدم که متوجه بشیم. میاد تو منوی ادیت، گزینه ریپلیکیت رو میزنیم، کلید میانبرش هم کنترل آره، یعنی کنترل آر هم بگیریم همین دستور ریپلیکیت براتون نشون میشه. خیلی خوب، الان کدوم پلان رو میخوام بیام تغییر بدیم؟ ما میخوام الان بیام این پلان رو ببریم توی STG، یعنی توی طبقه همکف، چون اینکه ST-1 بود، این برای STG، این یکی برای ST1 و از این پلان هم برای ST2 تا ST5. حالا این پلان میخوام منتقلش کنیم به STG. میام قسمت استوری نوشته ریپلیکیت آن استوریج، میگه میخوان نقشتون تو کدوم طبقه منتقل بشه. ما میگیم تو طبقه STG بره، همکف بشه. میام اینو سلکت میکنیم. خیلی خوب، بعد اینجا یه گزینه داره به نام delete original object. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیا این پلانو توی این تراز واسه من حذفش کن، ببر توی تراز همکف من، STG من. یعنی دیگه شما پلانو توی طبقه -1 دیگه اینو نمیبینی. خیلی خب، اینجا میام من کارو میکنم به اوکی میکنم، اول اپلای میکنم بعدش اوکی میکنم. خیلی خب، الان یه طبقه که بریم بالا میبینیم پلان اومده STG. خیلی خب، ولی خب مشکلی که الان هسته چیه؟ مشکلی که الان داریم اینه که پلان طبقه منفیمون دقیقا توی مختصات 0 x و y قرار داره، اما پلان طبقه همکفمون با یک فاصله ای از مختصات 0. چه فاصله ای؟ اگه یادتون باشه ما اومدیم این فاصله رو 30 در نظر گرفتیم. حالا اگه یه وقت این فاصله هم یادتون رفت، شما میتونید از اینجا قشنگ متوجه بشید. یعنی بیان اینجا این گریدی که داره، این پایین x که زده 0 حرکت کنیم، بیان به پایین ترین گوشه اینجا باشه که همون 30. یعنی ما به اندازه 30 واحد اگه جا بشه بشیم
می‌نویسیم روی محور مختصات 0 0. پس این پلان باید بره روی پلان طبقه پایین خودش و توی مختصات 0 و 0 قرار بگیره. خب برای این کار دوباره دستور ریپلیکیت رو اجرا میکنیم. کنترل آر این دفعه میخوام بزنم. خب از این قسمت لاینر میام اینو جابجا میکنم. روش سلکت میکنم، مثلا سی اپلای میکنم، اومد دقیقا اینجا قرار گرفت، اومد دقیقا روی این پلان قرار گرفت. خیلی خوب، یا حالا اوکی میکنم، تمام. و اومد توی طبقه ST-1 میبینید دیگه پلان کدوم طبقه واسه اون هستش، پلان طبقه مثبت 1. میام اینو انتقالش میدیم به طبقه مثبت 1، ST مثبت 1. روش سلکت میکنم، کنترل آ رو میزنم، کنترل آ رو که زدم میام توی استوری میزنم مثبت 1، دلیت و اینو بذاریم من صفرش کنم و اوکی. این حذف نشد. دوباره کنترل زد رو میزنم، ادیت، ریپلیکیت، استوری سلکت میکنم، استی مثبت 1 رو انتخاب میکنم، دلیت رو میذارم و اوکی میکنم. خب اومد تو این تراس اومد پاک کرد نقشه پلانو و برد توی محل اصلی خودش که استی مثبت 1 باشه. حالا استی مثبت 1 میخوام اینو بیارم روی سقف استی همکف، اینا همش روی هم قرار بگیره دیگه. اینو میخوام بیام منتقلش کنم به تراز به مختصات 0 0 محور ایکس و وای. میام چیکار میکنم؟ میام رو کل پلان سلکت میکنم، بعدش قسمت ادیت رپلیکیت رو میزنم. از اینجا هم میتونم عدد بدم، هم میتونم پیک تو پوینت بدم. حالا این دفعه میخوام با موو این کارو بکنم، میخوام با موو جابجاش کنم. دستور موو میام اینجا میزنم موو رو که بزنم اینجا دوباره عدد میخوام میزنم منهای 30 واحد، منهای 60 واحد، چون اولیش 30 بود دومیش 60. اوکی میکنم و تمام. این اومد روی سقف طبقه پایینش نشست. خیلی خوب. برای بقیه هم همین کارو میکنم، یعنی فرمولش همین روشه. اون پروسه‌ای که باید طی بشه که این پلان رو روی هم دیگه قرار بگیره همینطوریه. دوباره میام اینو سلکت میکنم. خیلی خوب. حتی قسمت ادیت ریپلیکیت میزنم، میام استوری میگم این پلان مال کدوم طبقه است؟ مال طبقه 2 به بعد، یعنی از طبقه دوم تا طبقه پنجم پلانمون تیپه. اگه اینجا دقت کنید یعنی طبقه دومونه، طبقه دومونه. از این طبقه تا طبقه پنجم همین شکلیه، تیپه. خب میام این کارو میگم طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم و پنجم. روف و تاپ هم انتخاب میکنم، باز بعد اینا رو تغییر میدم. اینجا دیلیت هم فعال کردم و اوکی. خیلی الان شما دقت کنید پلان دوم تا پنجم اینجا قرار گرفت. خب برای اینکه اینا رو جابجا کنم چیکار میکنم؟ میام رو کلش کلیک میکنم، سلکت میکنم، از قسمت موو چقدر میزنم؟ منهای 90. این دفعه باید منهای 90 حرکت کنم. اوکی میکنم و تمام. و الان تمام پلان ها و نقشه هامون و سقف هامون روی همدیگه قرار گرفت، از طبقه -1 که میشه این تا بالا استی جی، استی مثبت 1، استی مثبت 2 تا استی مثبت 3 و 4 و 5. روف با همون پلان طبقه دوم در نظر گرفتم که باز بدن اینا رو تغییرش میدم. خیلی خوب. پس ما الان اینجا نقشه‌مون رو ایمپورت کردیم، پلان طبقاتمون رو توی لوکیشن اصلی خودش قرار دادیم و کار بعدی که الان باید انجام بدیم ستون گذاریه. حالا توی ویدیوی بعدی حتما در مورد ستون گذاری هم توی تپس صحبت میکنم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه و ازش استفاده لازم رو
برده باشید. آموزش دیگر شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.